سلام و درود نثارتان باد بینندگان عزیز یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت. با نظرداشت اهمیت بزرگ ساحه صنعت در رشد اقتصادیات کشور، سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت اعلام گردید. در این روند آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص یکی از مسائل مهم به حساب می رود، زیرا پیشرفت ساحه از کادرهای ورزیده وابستگی عمیق دارد. در رابطه با این و دیگر پهلوهای مسئله صحبت داریم با اکادمیک محمد شاه ایلولوف که استاد را به استودیوی روزنامه خوش آمدید میگوییم. استاد عزیز، در روند صنعتی کنونی با سرعت که هدف چهارم استراتژی مملکت قرار گرفته است، نارسایی مهندسان و تکنولوژ ها و برنامه‌سازان به نظر می رسد. میخواستم صحبت را از همین نقطه آغاز بخشیم. بسیار خوب، خیلی مسئله مهم است که شما قید کردید. این چهارمین هدف استراتژی مملکت است، جمهوری تاجیکستان است و البته ما باید در این سمت کارهای زیاد اجرا نماییم برای اینکه اگر مقصد داشته باشیم که موفق شویم. ما میبینم که کارهای زیاد چه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان علاوه از جانب وزارت صنعت و تکنولوژی نو، از جانب وزارت معارف و علم، اکادمی علمی جمهوری تاجیکستان، اکادمی ملی علمی جمهوری تاجیکستان، یک سلسله چهاربینی‌ها به نقشه گرفته شدند. یک قدر چهاربینی‌ها رکای اجرا شدند. برای مثال این چند آزمون‌های خیلی سطحی بلند در مملکت با نام فروغ معرفت، علم، قلف‌کشی، آمده راست علم و غیره، یک چند آزمون‌های دولتی در سطح تمام جمهوری و آزمون‌ها در سطح شهر و ناحیه‌ها و ولایت‌ها نیز به نظر می‌رسند. البته خیلی مهم است، لیکن مهم دیگر چیز است. فکر می‌کنم که شما قید کردید که اونقدر زیاد از جانب ختم کننده مکتب‌های تعلیمات عمومی کمتر است با فاکولتی‌های تکنولوژی و ریاضی و مهندسی و برنامه‌سازی خطر خیلی است. چیزی که ما مشاهده می‌کنیم در مقایسه با مثال اختصاص‌های حقوق شناسی و اقتصاد و دیگر اختصاص‌ها، اینجا با حالا بچه‌ها کمتر می‌بینید. البته یک مرکبی خیلی مهم است. من فکر می‌کنم که اینجا یک چند سبب هستند. پیش از همه سبب اساسی این کار اون است که در مکتب‌ها با اون سطحی که لازم است صفت تعلیم علم، صفت تعلیم ریاضیات و کیمیا و فیزیک و بیولوژیا با اون سطح نیست متاسفانه. سبب اون است که زیادی از اون استادانی که پیش سالها کار میکردند یا به نفقه رفتند یا که کسبشان عوض کردند، تا زیاد آنها جستجوی کار به کشورهای دیگر رفتند. جای آنها به جوانان آمدند. جوانان اون تجربه‌ای که دارند او کافی نیست. گپ در باره می رود که ما فقط همون وقت میتوانیم بیدار کنیم پسرچه و دخترچه اگر همین صفت بلند تعلیم به او پیشنهاد کنیم. در نزد تخته صنفی ما باید هر یک دقیقه، هر یک ثانیه باید همین به طور با ثمر استفاده بریم تا که همین کودک و چیز کنیم. یک عالم گفته بود وقتش که خواننده یا که دانشجو یک ظرفی نیست که ما پر کنیم با دانش. ما باید این چیز است، دانشجو و خواننده اینا مشعلند که ما باید فروزان کنیم. همین میسیه، یعنی همین وظیفه اساسی معلم همین است که همین چراغ گیران کند، یعنی توجه کودک با علمش به همون سمتی که درس میدهد به اون جلب کند. همین کار متاسفانه اون سطحی که لازم است نیست و از همینجا پرابلم سر میشه. در سطح مکتب میانه ما باید کار رو طرزی تشکیل دهیم. درس در همون سطحی باید تدریس کنیم که بچه‌های بیدار کنیم. بی استعداد نیست، کودک بی استعداد نیست.
همه کودکان صاحب استعدادند. مکتب خوب هستند، البته شاگردای خوب هستند. انا دانشجوی خوب داریم و من درس میدم. من میبینم که هستند دخترچه‌ها و پسرچه‌ها که انا در کوشش درک علم هستند، محنت میکنند، بسیار جانکاری میکنند، لیکن کمند اونا. کمند. باید زیادتر باشد. یکم فوایز کریتیکی ما باید پیدا کنیم تا که درباره پیشرفت، درباره یک موافقت سخن کنیم. ولو به همین ما نرسیده ایم. با اون نگاه نکرده این خیلی چاره‌بینی جدی 20 سال اعلان شده است. 20 سالگی رشد علمای دقیق، تکنیکی و ریاضی و سلسله چاره‌بینی‌ها در این سمت پیشبری کرده شدند. من باور دارم که قدم به قدم این کارها اجرا میشند. یک قدر وقت در کار است، لیکن وقت میگذرد، لیکن ما باید قدم‌های قطعی گیریم. یکی از قدم‌های قطعی من فکر میکنم یک بررسی کردن لازم است معاش استادان مکتب‌های میانه. خب تا هنوز ما تکنیک و تکنولوژی رو از خارج کشور وارد نموده، برای استفاده آنها متخصصان را نیز از خارج دعوت می‌نماییم. با ذکر این مطلب در سخنرانی اخیرشان در واخوری با جوانان کشور، سرور دولت همین نکته را ابراز داشتند که چرا ما نمیتوانیم اقتدار ذهنی خود را استفاده بوده تکنیک و تکنولوژی را خود ایجاد نماییم تا دستنگر دیگران نباشیم. کاملا فکر عالی است البته، چون که تو با دست خودمون، با هوش خودمون، با همین کیفیت همین فرهنگی خودمون، برای من البته ما باید در کوشش اون باشیم که پیش از همه برنامه سازی، یعنی اساس کامپیوتر است، یعنی چیزی که همین اساس ریاضی کامپیوتر است، همین ما باید خودمون کنیم. یعنی بعد از اونی که دانشجو فاکولته متماتیک یا که کسب متماتیک یا که انفرماتیک به اتمام میرساند، او باید تواند برنامه ساز باشد. خودش باید این کار کرده تواند. برنامه ساختن کار اساسی است، مرکب‌ترین است. پیش زمان من یاد گرفتن در کار با خرد، یعنی با همون ماشین کار آسان‌تر است. اکنون اینجا وقتی که ما درباره کامپیوتر رو گپ می‌زنیم، من فکر نمی‌کنم که انا بنیاد یک زواد کامپیوتری در تاجیکستان یک کار خیلی مرکب باشد. نه، این کار کردن ممکن است، لیکن اینجا دیگر پرابلم هستند. ما در این مسئله نمیتونیم با خطا یا با هندوستان یا با ایالات متحده آمریکا مقایسه کنیم، مبارزه بریم، یک در چیز باشیم، در رقابت پذیر باشیم. این تر است، مرکب است. لیکن ما میتوانیم متخصص شویم در برآوردن یگان دیتال، یگان دیتال کامپیوتر، یگان چیز دیگر. یعنی من چی گفتم، ما باید کسب خودمون، اما سمت خودمون باید معین کنیم که جای پیدا کنیم، رقابت پذیر باشیم. اولا من این مملکت‌های بزرگ نامبر کردم. اولا مملکت‌ها هستند به مثل سنگاپور و برای مثال کره جنوبی و یک کشور است به نام تایلند و دیگر اینا خیلی پیشرفته هستند. اولا اینا کارهای خیلی بزرگ کرده ایستادند. اینا مقایسه شونده اند از نقطه نظر من. برای مثال محصولات داخل اینا مقایسه شونده است. برای مثال سنگاپور مجموع محصولات داخلش مقایسه شونده است با روسیه. قریب که برابر روسیه این مملکت که یک شهر محصولات میبرارد، چون که محصولات میبرارد قیمت است، نرخش خیلی بلند است. کامپیوتر که میبرارد سنگاپور نرخش بلند است. یا که کشورهای اروپا مثل گلاندی و ایرلندی و دانیا اینو محصولات قیمت میبرارد. ما هم همین یک فکر است که شما هم بیهوده مقایسه میکنید با کشورهای غرب، مقایسه میکنید، این کار نکنید. این کاملا فکر باطل است. ما اگر مقایسه نکنیم، ما اگر خودمون نه همین در دلمون قلان برابر همین کشورها ندونیم، ما هیچ گو پیش نمیریم. مقایسه کردن در کار و کوشش کردن در کار که همین جای خودمون پیدا کنیم. انا درست گفتید و جناب بول خیلی درست قید کردن که ما باید در کشورمون کارکرد تکنولوژی نو، کارکرد تکنولوژی معاصر رو باید راه اندازی کنیم. اگر این قفا میمونیم این دنیا رفته ایستاده سرعتی که برای مثال آخر سال 80 عصر 20 بود، ولی وای سرعت هیچ چیز نیست، سرعت دیگر شده است.
یک هفته با کارهای بزرگی جلوش ایستادن، یک ماه با یک تغییرات چقدر جدی در این یا اون سمت صنعت یا که تکنولوژیا روبرو آمده ایستاده است. ما باید به این تیار باشیم، آماده باشیم. ما باید مقایسه کنیم خودمون. ما باید در کوششون باشیم که در برابر کشورهای چیز باشیم، پیشرفته باشیم. البته ما مقایسه کردن نمیتونیم از نقطه نظر همین امکاناتی که برای مثال بزرگ کشورها دارند، لیکن اون کشورهای خوردم امروز خیلی خوب پیشرفت دارند. همین ونگری است برای مثال در شرق اروپا یا که بلژیک است. اروپای ما نید من این کشورهای نزدیک که خوب پیشرفته ایستادن. دبی چی کم بوده داره دولو یا قطر. ما می‌دونیم که برای رسیدن به همه پیش از همه متخصص در البته متخصص در کار و نگاه هم کنیم در مملکت عموما اختراعکاران و نوآوران کم نیستند استاد. البته ولی در اکثر موارد از چی باشد که همون اختراعات نوآوری در روی کاغذ باقی میمانند. پتنت میگیرند عملی نمیشه. من باید سر کار گرفتگی. سببش در چی باشد؟ بسیار سوال بجا، بسیار سوال جدی. قانونگذاری من سوای اختراعکاری، پتنت، همه چیز موبا است. حتی همین سخیم‌های انتگرالی به ما الویده قانون برآوردیم. همه چیز است. لیکن متاسفانه همین پتنت هم است. پتنت هم کم نیست. پتنت میگیرند علمای لیکن وایش نیست. عملش به نظر نمیرسد. هستند نتیجه هستند لیکن خیلی کم است واقعا. برای چی من فکر میکنم که همین ما مرکز ملی پتنت داریم. کشورهای دیگر برفته دیده آمده اینجا به تجربه پیش قدم بیارند و وقتی که پتنت این یا آن گروه علما برای گرفتن پتنت عریضه میدهند، اینا باید خوب آموزند. در همون سوالی باید باشد که همین چیزی که نوآوری که شما داده ایستادید در کدام ساحه و کی این تطبیق میشد، این پرسیدن در کار. این اینوواسیی که من پیشنهاد کرده ایستادم در اصل اینوواسی است نیست. اینوواسی چی است؟ اینوواسی چیزی است که چیز نوی است که بیشتر در سطح پایین‌تر بوده است، لیکن در سمت معاصر نو ما این کار کردنیم. یعنی اینوواسی چیزی است که برای ما نه فقط یک علم از نقطه نظر علم یک نوآوری میتیاد، بلکه از نقطه نظر اقتصاد، از نقطه نظر پیشبرد حیات آدمان چه نویگری میتیاد. اینا ما باید پیشکی آموزیم و فقط بعد از اون گویم که ما منا پتنت میپرسیم برای اختراع یک مسئله مشخص. البته اگر مقایسه کنیم فرض کردیم با سالهای 90 و حتی سالهای 90 ما پیشرو داریم، لیکن سرعت پیشرفت ما به اون درجه که لازم است نرفته ایستاده است. من برای مثال خوشنودم از اون که حکومت جمهوری تاجیکستان وزارت علاوه تأسیس داد با نام وزارت صنعت و تکنولوژی نو و امروز در ریاست این وزارت یک جوان خیلی صاحب استعداد و خیلی خوشکار من میبینم کارش. همین من که در نظر دارم شیرعلی کبیره. آخر فکر میکنم که ما باید کمک کنیم اکادمی علمی جمهوری تاجیکستان، دیگر مؤسساتی که با علمان و با انجینران با مهندسان با اونایی که اختراع میکنن سر کار داره با وزارت باید خوب هم کار کنیم. قانونگذاری هم کمتر کونتر است از نو دیدن در کار. اون چیزایی که خاص برای مثال یک مملکت هستند در دیگر مملکت میتونند کار نکنند. برای ما باید روی خودمون پیدا کنیم. این چیزای ما باید نازکترین مسئله هستند اما اینها ما باید تحلیل کنیم و اساس قانونگذاریش پیش مونیم. بعد منا اکنون وای در کار است، لابراتوری مخصوص در کار هستند، مرکزهای تکنولوژی نو در کار هستند که ما پیشتر با اونها نیاز نداشتیم. حاضر نیاز داریم، باید روی تحلیل کمتر. من فکر میکنم که حتی استرکتور اکادمی علمی جمهوری تاجیکستان، دانشگاه اینجا من در نظر دارم شعبه ها و کافدرا ها حتی نامشون در بعضی نظرها در بعضی حالتها همین کهنه شده به نظر میرسند. نو کردن در کار این کار. عموما
اختراعات وقتی صورت میگیرد که یگان کارخانه به هم چیز نیاز دارد. البته. بعد میرود همون کارخانه فرمایش میدهد، عالم اختراع میکند، کارخانه از عالم پتنت میخرد. هم در اینجا عالم فایده میبیند و هم کارخانه. و یک شرط مهمی همدلایی علم و استحصالات هم در همین است که در همین دانشگاه و دانشکده ها مؤسسه کارخانه های خرد استحصالی باشند که مرحله اول تجربه در آنها گذرند. لیکن چطوری به نظر میرسد چنین مؤسسه ها را ما حالا نداریم و عموما فعالیت پارک های استحصالی نیز نه آنقدر جانب برآمد داشته است. درست. این سبب‌های ابجکتیوی هم متاسفانه دارد. همین یعنی همین جدا بودن علم از استحصالات یا که به طور کافی به نظر نرسیدن همه هماهنگ سازی علم و استحصالات. من در باره گفتم نه وقت گفتم البته این پروبلم است، پروبلم کلان است. یک چیزش ابجکتیواً اون است که سترکتور صنعتمون رو ما باید از نو بازرسی کنیم. امروز همون کم باقی مانده صنعت اتحاد شوروی ماندگی ما با اول هستند و یا کار نمیکنند و یا دیگر بازار ندارند، چیزی که استحصال میکنند و یا نمیخرند دیگر. برای ما باید خوب این چیز تحلیل کنیم. چندین وزارت ها داریم بغیر از این وزارت صنعت و تکنولوژی ما وزارت انرژتیک و ذخیره آب داریم، وزارت نقلیات داریم، وزارت ها خیلی زیاد هستند. باید شرط نیست که یک وزارت که یک انستیتوت علاوه خودش داشته باشد. ما باید یک کلاستر رو سازیم میون همین وزارت ها. مایده اولو انستیتوت کلان دوره شوروی ضرورت هم ندارند، چون که علم امروز نو شدگی است. تحقیقات امروز تکنولوژی نو دارد. تکنولوژی نو تحقیقات هستند که آدم زیاد هم طلب نمی کنند. فقط فکر خیلی خوبه، همین کنسنتراسیون شدگی، همین با قوت طلب می کنند. ما باید همین کلاستر تشکیل دهیم که خیلی شما گفتید ما باید گوش کنیم، وزارت گوش کنیم یا که مؤسسه مثلا گذاره این یعنی چیزی که برای اینو لازم است ما نشنیدیم. من برای بسیار آورده استفادم. دیگر زواد داریم، دیگر فابریکا داریم، وزارت ها دارند. در برابر کلیگشون اینجا این چنین اونا شورای علمی تکنیکی دارند. این شورای علمی تکنیکی باید هیچ نباشد سال به یک مرتبه با علم ساحه با علمان ساحه همین که همین وزارت سرکار دارد یا آخری گذرانند داخل. اینا باید مسئلهشون گفته تیند که ما این گونه مرکبی های علمی داریم که شما ما با کمک کنید حل کنیم. و البته این باید در چیز در اساس یک قراردادی باید اجرا شود. هم تو بنی یک قرارداد وزارت میگوید که شما این مسئله حل میکنید، ما شما با حق میتیم یا برای شما تکنیک میخریم یا اون کار میکنیم که از جانب همون متخصصا انستیتوت یعنی تحقیقاتیان نیز باید یک فایده اونا باید داشته باشند، چون که این کار مرکب است. اینا بی پول کرده نمیشه این چیز. یک مسئله دیگر نه همین عضو فرض کنیم در باره لابراتوری علمی که عضو وجود دارند گپ زنیم، اگر متاسفانه سطح تجهیزات لابراتوری علمی ما به طلبات حاضر جواب نمیدهد. حاضر این میکروسکوپ و من این سیستم های نو تکنولوژی تحقیقاتی هستند. اینو قیمت ترند، ما میفهمم قیمت هستند، لیکن آخر اگر ما خواهیم نتیجه گیریم همین برای فرض کنیم تمام کشور یک تا ماگنیت یادرمagnet رزونانس یک وای است، یک اسباب است، اسباب خیلی قیمت است و برای تمام کشور یک تخریم که همونجا می کارمون اجرا کنیم. یعنی اگر این مملکت ما پیش بردن باشیم باید دست به دست باشیم، جدا نمیشه این کار. یک جا شویم، چه امکانات داریم همون جمع کنیم و همین تکنولوژی معاصری که وزیر برای تحقیقات در کار است همون خریداری کنیم. یک تا هم باشد برای مثال یک قدر مسئله حل میشوند. بعد در همین سمت یک چیز دیگر است. ما نمیتوانیم
گویم که همین علممون در درون کشور معاینه میکنیم همشه. علم سرحد ندارد. علم باید همون وقت خوب پیش میرود اگر با دیگر کشورها با علمان همکاران اونایی که در همین سمت کار میکنن ما باید رابطه داشته باشیم. چه رابطه پیدا میشد؟ ما باید کنفرانس‌ها برویم اونجا معروضه کنیم تا که اونو گوش کند ما چی کار کردن میتونیم چی کار کردن نمیتونیم. شما در وقت صحبت اشاره کردید به تجدید استرکتور صنعت وسیع‌تر روشن‌تر هم نشر بوده. تجدید استرکتور صنعت باید طرزی باشد که اون با زمان موافق باشد، موثر باشد. یعنی چی گوییم؟ همین نیکو نباشد، خیلی افسانه باشد. یعنی دور مو همین مختن در کار، مختن در کار. به اقتدارهایی که داریم. البته وابسته است به اون چیزی که ما داریم، چیزی که نداریم ضرور گفتن در کار نیست. برای مثال ما حاضر انگشت داریم، انگشت خوب داریم، مقدارش برای این کشور نه اونقدر کلان. همین من گفتنم که یعنی چیز ذخیره انگشتم خیلی زیاد است و صفت انگشتم خوب است. یعنی ما باید تکنولوژی کارکرد انگشت، سوزاندن انگشت با عقل بسیار در کار نیست. سوزاندنش هم میداند. لیکن از انگشت ما چی استحصال کرده میتونیم که وای رقابت پذیر باشه، وای فروخته توانیم. انگشت برای مثال ما باید در این سمت خوب کار کنیم. انا ما آفتاب داریم، مقدار سالهای آفتابی در تاجیکستان حساب ما در که جای اول در دنیا هستیم. چیز کمر آفتابی میرامند، ما در همین کمر آفتابی جای گرفتگی هستیم. یعنی ما باید در سمت استفاده انرژی آفتابی خیلی کار بریم. آفتاب دائمی است. ما باید همین سمت‌های خیلی زیاد صدا سمت استفاده انرژی آفتاب است در کشورهای دنیا. ما باید جای خودمون رو باید اینجا معین کنیم. یعنی در سمت کارکرد تکنولوژی گرفتن انرژی از برگردون انرژی روشنایی با انرژی الکتریکی ما باید کار بریم. برای مثال ما در تاجیکستان یک معدن است به نام کوارتز. کوارتز سطح خیلی خوب داریم، صفت خیلی خوب داریم و کوارتز همون معدن است که از آن همین الیمنت های آفتابی می سازند. تمام دنیا همین به مشغول است، چون که چیزهای دیگر هم هستند و قیمتند، خیلی قیمت هستند نسبتا کوارتز و دیگر چیزهایی که با از چیز اصلهای کرمنی هستند. کرمنی یعنی بروسی ما سیلیسی می گفتیم، کرمنی نامش یک معدن. خب از همین چیز ما باید خوب استفاده بریم. یعنی ما باید کوشش کنیم که در همکاری با خطای برای مثال خطای امروز کشور نمره یک است در استحصال همین الیمنت های آفتابی. علاقه اونو گیگابایت حساب میکند. یعنی همون استانسی آفتابی که در خطای کار میکنند اقتدارشان گیگابایت زیاد است، چند گیگابایت است. ما با اونو باید همکاری کنیم چون اونو پیشرفته هستند، لیکن ما باید با اونو پیشنهاد کنیم منم کوارتز خودمونه یا در اینجا تشکیل میکنیم، استحصال یا در خطای تشکیل میکنیم. خوبترش اگر در تاجیکستان کلان نباشد تشکیل کنیم، جای کار پیدا میشد. یک دوم همین تکنولوژی خودی همجا پیدا شدنش ممکن است. انا در همین سمت من گفتنم که ما باید تجدید صنعت کنیم، تجدید نمودهای صنعت کنیم، اونو نو کنیم، معاصر یعنی زمانوی کنیم. در این سمت کار کردن من در کار همون چیزی رو ما باید استحصال کنیم که بزرگ داشته باشد. چطوری که شما در اول صحبت قطع کرده و 20 ساله آموزش فن‌های در خود طبیعت شناسی در دوره سالهای 2022-2040 من میخواستم همین رو دونم که علاقه 3 سال سپری شد و همین قدم‌های نخستینی که ما در همین جاده گذاشتگیم امیدوار کننده هستند. امیدوار کننده هستند. من علاقه در باره آزمون گفتم این قدم خیلی خوب است به پیش، چون که فقط توسط آزمون ما میتونیم استعدادهای
زودتر بینیم و خوبتر یعنی بصفتر جلب کنیم و جایشون معاین کردن میتونیم. اوزمونو المپیادوی چیز هستند، المپیادوی فنی هستند، المپیادوی بین المللی هستند، المپیاد جمهوری است. در المپیادو در همین 3 سال اخیر ما جای خوبتر گرفته استودیم. فرزندای ما پسرها و دخترها جای بلندتر گرفته استودند. و همین یک چیز من گفتم که این به ضرر کشور است. وقتی که بهترین ختم کننده مکتب‌ها با انستیتوی ما نمی‌دروند و به خارج می‌روند. لیکن از طرف دیگر این باز یک چیز مثبت هم دارد. اونا فرزند تاجیکستان هستند. امروز نه پگاه با اوششان خودشان هم ممکن گشته با تاجیکستان می‌بینند. یعنی این چیز هم است و من فکر میکنم که برای 3 سال ما موفقیت‌های خوب داریم. اگر خدا تیادر دیگر این خیلی پاندمی ها از پیش نبیایند، اگر صورت روی کار آمدن همین برنامه خوبتر میشد، زودتر میشد و من فکر میکنم که انشاءالله کارهای ما خوبتر میرود. دستگیری از جانب رهبر اولی کشور است. من دویم میبینم، شاهدون هستم که پرزیدنت ما همه وقت نسبت به جوانان خیلی با دقت این مسئله میبینند و مسئله در وقتش حل میکنند. من فکر میکنم که جوانان تاجیکستان آینده خوب دارند و یک چیز من در آخر گفتنی هستم که هیچگاه تاجیکستان در مسئله استعداد چیز نداشت، کمبودی نداشت. جوان صاحب استعداد ما داریم و زیادتر ما پیدا میشد. خلق صاحب استعداد است. خلق تاجیک خلق صاحب استعداد است. خلقی است که برای او پیشرفت علم چیزی بیگانه نیست، چون که ما اجدادو داریم. علم در همین قسم جهان تاریخ 1000 ساله دارند. در هر یک قسم جهان این گپا نیستند و ما باید اینا هیچگاه فراموش نمیکنیم و همه وقت میتید استعدادهای و ما پیش میرویم. سپاس استاد عزیز که دعوت ما را پذیرفتید و به استودیوی فانوس منبر اندیشه روزنامه جمهوریت تشریف آوردید. در فرآورد صحبت امید می‌بندید که مسئولان نیاز ساحه‌های مهم اقتصادی از جمله صنعت را با متخصصان مورد آموزش همه‌جانبه قرار می‌دهند و نفران واقعاً هم تحریک دهنده ساحه و میدان استحصالات می‌آیند.